بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا. عرض سلام، ادب و احترام خدمت تمام شما همراهان عزیز. من محمد قهرمانم. اینجا رسانه آقای مهندس. خیلی خوشحالم که میتونم با قسمت سوم آموزش ویندوز در خدمتتون باشم. قسمت قبلی رفتیم بک‌گراند و در قسمت پرسونالی توضیح. الان رسیدیم به کلور و سایر مواردش. میریم آموزش رو ببینیم، اما قبلش حتما از دنبال کردن کانال یادت نره. لایک و کامنت هم بکوب تا بعد بریم آموزش هامون رو ببینیم. خیلی خوب، در جلسه قبلی ما پرسونالیز رو باز کردیم و در پرسونالیز خودمون به قسمت بک‌گراند رسیدیم. بک‌گراند رو به صورت کامل براتون تدریس کردیم که تونستیم با استفاده از بک‌گراند پس زمینه هامون رو تغییر بدیم. الان وارد کلور میشیم. کلور ما میتونیم رنگ بندی های ویندوزمون یک سری تغییرات اعمال کنیم. الان اینجا اگر شما دقت کنید اینجا سفیده، سفید بیحاله یا سفید شیری رنگه، یا به هر حال من اگر قسمت اینجا نگاه کنیم می‌بینید من رفتم روی قسمت نشانه استارتم آبی رنگه، یا اینجا متن ها برام آبی رنگه. ما میتونیم تمام اینا یک رنگ بندی خاصی رو خودمون بهش بدیم. در قسمت کلور اولین مورد چویس یور کلوره. ما میتونیم رنگ بندیمون رو انتخاب کنیم. سه نوع رنگ بندی داره. اولین موردش لایته. لایت یعنی روشن، دارک یعنی تاریک، کاستوم یعنی شخصی. من خودم میتونم شخصی سازی کنم. اگر روی لایت باشه به همین ترتیب می‌بینید که از رنگ‌های روشن داره استفاده میکنه، بیشتر از رنگ سفید داره استفاده میکنه و صفحمون نسبتاً روشنه. اما اگر بریم رنگ دارک رو انتخاب کنیم، من روی دارک زدم، میبینیم که صفحه کامل سیاه شد. این نوار وضعیت ما هم سیاه شد. حالا ما اگه بریم قسمت کاستوم رو انتخاب کنیم، قرار شخصی سازی بشه. یک سری جا رو مشخص کنیم که سیاه باشه، یک سری جاها هم سفید. من قسمت کاستوم رو که بزنم دو تا سوال ازم میپرسه. میگه choose your default Windows mode. اول میخوام معنی دیفالت رو بدونیم. دیفالت یعنی پیش‌فرض، یعنی به صورت پیش‌فرض حالت ویندوز چجوری باشه، لایت باشه یا دارک باشه. من میتونم بسته به سلیقه خودم لایت انتخاب کنم یا دارک انتخاب کنم. مثلا من لایت انتخاب کنم. سوال بعدی اینجا یک پریویو داره. پریویو یعنی پیشنمایی. یه دونه پیشنماییش هم اینجا برامون نشون میده. قسمت بعدی choose your default app mode. اپ یعنی اپلیکیشن. میگه که به صورت پیش‌فرض رنگ بندی اپلیکیشن هامون چجوری باشه که ما میتونیم لایت یا دارک انتخاب کنیم. که مثلا باز من لایت انتخاب بکنم، ببینیم که صفحه روشن شد. ترانسپرنسی، این قسمت رو نگاه کنید، این مثلا یکم حالت شفافیتی داره. من اگر غیر فعالش کنم میبینید اون شفافیت از بین میره. دوباره فعالش کنم این به وجود میاد. یه سری جاها رو مثلا این حالت شفافی به ما میده که پس زمینه‌مون رو بتونیم ببینیم. گزینه ترانسپرنسی بود. قسمت بعدی choose your accent color. ما در این قسمت میتونیم یک سری اینجا نگاه کنین، بالا نگاه، این رنگا میبینید آبیه. اینجا دقت کنید، زیر مثلا منوی تنظیمات هم یک رنگ آبی اینجا دارم. من میام روی منوی استارت هم دقت کنید، منوی استارت آبی رنگ شد. ما میتونیم رنگش رو اینجا انتخاب کنیم. من اینجا اومدم آبی انتخاب کردم. میتونیم اتوماتیکلی پیک ان اکسنت کلر رو بزنیم که به صورت اتوماتیک با همون پس زمینه‌ای که داریم، با همون رنگ پس زمینه‌مون تطبیق میده بقیه رنگ هامون رو. بدین شکل. یا بیایم خودمون یک دونه رنگ انتخاب کنیم. حالا اینجا رنگ‌های اخیره و ما میتونیم کاستوم هم بکنیم. یک دونه رنگ دیگر رو برای خودمون انتخاب کنیم. من به عنوان مثال میام مثلا سبز میزنم. من سبز انتخاب کردم. ببینید چی شد. این متن ها اینجا به حالت سبز رنگ در اومد. این پریویوش هم اینجا نگاه میکنیم. ما الان برم روی منوی استارت هم سبز رنگ میشه، خط زیرش سبز رنگ میشه و به همین ترتیب یک سری جایی که باید خودش رنگ بده رو رنگ سبز میده. حالا چون من آبی بیشتر دوست دارم، آبی رو انتخاب میکنم و ازش میگذریم. این قسمت هم میگه خب این رنگ بندی ها کجا نشون بده. تایتل بار یعنی در نوار عنوان ها و در بوردر دور ویندوز این رنگ ها رو برای من نشون میده.
قسمت بعدی لاک اسکرین. حالا سوال پیش میاد که لاک اسکرین چیه؟ این توضیح مفصل داره. ببینید ما اگه ویندوزمون مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بستگی به تنظیمات خودمون داره که حالا تنظیماتشو می‌بینیم بهش دست نزنیم صفحه قفل میشه به عبارتی، یا تا مثلا قفل نمیشه، به حالت خواب میره. اینجا میگیم لاک اسکرین. اون قسمت که داره به حالت خواب میره ما باید یه پس زمینه میتونیم خودمون واسش انتخاب کنیم. حالا این پس زمینه 3 تا گزینه داره. میگه ویندوز خود پس زمینه باشه که خود ویندوز براش قرار میده به این ترتیب. پس زمینه‌ای باشه که ما میتونیم یه پیکچرز بذاریم و یک دونه اسلاید شو. اسلاید شو رو تو ویدیو قبلی براتون گفتم که حالا اسلاید شو چه حالتی داره که چند تا عکس رو پشت سر هم میاره. من مثلا اگه پیکچرز رو انتخاب کنم میتونم از این عکسام یکی رو انتخاب کنم یا بیام قسمت بروز یک عکس رو از حافظه داخلی خودم انتخاب کنم و در اونجا قرار بدم. اینجا ما میتونیم یک سری حالا نرم افزارها رو یا مثلا اعلاناتی رو به صفحه اسکرینمون اضافه کنیم که هر موقع که مثلا صفحه قفل شد اونا در دسترسشون، ساعت اونجا باشه، آب و هوا اونجا باشه، یا اخبار اگه ما به اینترنت دست باشیم به مرور حالا یک سری اخباری که رندوم برامون میاد اونجا قرار بگیره برای ما. که حالا قسمت قفل صفحه رو شما اگر لپتاپتون یک 5 دقیقه 10 دقیقه بهش دست نذارید می‌بینید که در صفحه لاک اسکرین می‌بینیم که باز تنظیماتی که بعد از چند دقیقه به صفحه لاک اسکرین می‌ریم رو هم در ادامه ویدیوها خدمتتون آموزش خواهیم داد. اینجا ما می‌تونیم این الان به عنوان مثال واسه من ایمیل و نرم افزار اسکایپ هم موجوده که وقتی که صفحه قفل شد توی صفحه لاک اسکرین بودیم اینا برای من بیان. خیلی خوب. مورد بعد تم هامونه. ببین من الان رفتم میدونه بک‌گراند انتخاب کردم، میدونه کلر انتخاب کردم، لاک اسکرین رو هم انتخاب کردم. بعد وقتی وارد قسمت تم بشم من میتونم حالا اینا رو واسه خودم ذخیره سازی کنم، یک دونه تم و همون مواردی که خودم انتخاب کردم بسازم، یا نه این کار رو نکنم یک سری تم های پیش‌فرضی که خود دسکتاپ یا ویندوز برای من داره اونا رو انتخاب کنم. حتی اگه نظرم هم نگرفت میتونم برم اینجا وارد فروشگاه مایکروسافت بشم و از تم هایی که داره خریداری کنم یا اگه رایگان بود استفاده کنم و بیام اینجا ازشون استفاده کنم. من به عنوان مثال اگر این مورد رو بزنم تم من این مورد میشه. من قبلا یه دونه تم اینجا ذخیره کردم. من وقتی یک سری ابزار رو جدید اضافه میکنم اینجا به جای گزینه یوز کاستوم تم میاد سیو کاستوم تم. من میتونم تم خودم رو سیو کنم. اینجا من به اسم محمد سیو کردم یک دونه تم رو از قبل. شما میتونید تم خودتون اول انتخاب کنید، وقتی وارد اینجا بشین اینجا خودش به صورت اتوماتیک گزینه‌اش تغییر میکنه، میگه سیو اتوماتیک باشه، سیو تم کن تم خودت رو، که بعد در دفعات بعدی به صلاحیت خودتون میتونید از این تم استفاده کنید. من به عنوان مثال اگه اینو بزنم همین تم برای من اعمال میشه، چند تا عکس داره و یک حالت رنگبندی خاص. اینم از قسمت تممون. میبینید که اینجا فقط تم داریم. من مثلا این تم رو انتخاب کنم این برام فعال میشه و رنگ بندیش این پایین درون یک دایره قرار داده که دیدیم. میبینید الان مثلا یه حالت صورتی رنگ داره واسه بوردرها و خطایی که قرار زیر نرم افزار و ابزارمون بذاریم. قسمت فونت. ببین در قسمت فونت ما هر چی فونت درون کامپیوترمون داریم برامون نشون میده. حالا این فونت ها توی وردمون هم قابل اجراست، توی پاورپوینتمون هم قابل اجراست که این نوید رو هم بدم آموزش ورد پاورپوینت همه اینا رو براتون داریم و 0 تا 100 قرار ازش استفاده کنیم. من فونت هایی که روی لپتاپ یا کامپیوترم هست و اینجا میبینم، اینجا من میتونم پاکشون کنم، اینجا من میتونم روش بزنم و آنینستالشون کنم، از بین ببرم یا اندازهشون رو تغییر بدم. و بحث اضافه کردن فونت رو هم انشاءالله میریم در جای دیگه آموزش میبینیم و ببینیم که چجوری باید فونت هامون رو به صفحه‌مون اضافه کنیم. اینجا بعد از اون استارت، منوی استارتمون رو داریم، تنظیمات منوی استارت که در این سمت هست که حالا من فعلا بهش کار ندارم، اونو قراره یک جلسه دیگه ببینیم. و تسک بار که ادامه ویدیومون به تنظیمات تسک بار می‌خوایم پرداخت. من صفحه تنظیمات تسک بار رو من نمیخوام از اینجا برم، چون تسک بارمون بریم روی خودش. تنظیمات تسک بار اینجا برامون هست.
و به صورت مفصل قرار بریم از اینجا با هم بررسیش کنیم. این منو رو من باز کردم، همه رو براتون بررسی کردیم، اما روی تولزبار یا تسک بارمون من بیام کلیک راست بکنم، این منو باز میشه. بریم یک سری بررسی هم راجع به این منو داشته باشیم. اولین مورد تولباره. به همین نوار تولبار هم میگن. تول یعنی ابزار. میگه ابزاری که اینجا هست به چه شکل باشه. یک سری چیزا ما میریم اضافه یا کم میکنیم. من در قسمت تولزبارم گزینه آدرس رو بزنم، ببین اینجا آدرس میاد. من میتونم یه دونه آدرس بزنم وارد اون قسمت بشه، یا نه آدرس نه، مثلا من لینک رو بزنم. من در قسمت لینک وقتی قسمت لینک رو بزنم یه سری لینک ها برای من فعال میشه. مثلا صفحاتی قبلا رفتم لینکش رو میتونم وارد کنم، وارد اون صفحه بشم، یا حتی من میتونم لینک هم نداشته باشم. بذارید من اینا رو بردارم. میتونم صفحه دسکتاپمو خیلی کوچولو بیام این پایین بذارم. ببین اینجا دسکتاپ داره. وقتی که روش بزنم ببین یک دو تا فلش این کنار قرار داد و هر چی در صفحه دسکتاپ هم هست اینجا به صورت مختصر بیاد. حالا میبینی کاربرد داره واسمون. در صفحه هستیم که میخوایم به یک در صفحه دیگه به جز صفحه دسکتاپمون هستیم، میخوایم خیلی کوچیک و مختصر به اطلاعات درون دسکتاپمون دسترسی داشته باشیم که میتونیم از این مورد استفاده کنیم. حالا به کار من نیومده و اطلاعاتش استفاده نکردم و برش می‌دارم. و حتی میتونیم وارد نیو فولدر هامون بشیم، در حافظه داخلی کامپیوترمون بشیم و یک دونه مثلا پوشه اونجا اضافه کنیم، به پوشه‌ای که مورد نظر خودمون هست. خیلی خوب. اینجا یه سری مواردی که واسمون نوشته همین ابزاریه که اینجا قرار داره. حالا یه سری تنظیمات راجع به همین ابزار رو قرار بریم ببینیم. اولین مورد گزینه سرچه. من شو و هیدن این دوتا مورد باید باهاش آشنا بشین. شو یعنی نشان دادن، هیدن یعنی پنهان کردن. گزینه سرچ هم این ذره‌بین اینجا گزینه سرچ منه که من میتونم هیدنش کنم، مخفیش کنم. ببینید که گزینه سرچ از این پایین حذف شد. یا میتونم بیام شو سرچ آیکون کنم فقط آیکونش رو نشون بده، یا شو سرچ باکسش کنم. من گزینه شو سرچ باکس رو که بزنم ببینید یه باکس، یه جعبه میاره. یعنی میتونم تو این جعبه حالا چیزی که لازم دارم بنویسم و اون خودش واسم در اون دسکتاپ جستجو کنه و پیدا کنه. بعد از اون به نیوز اند اینترنت میرسیم. همین اطلاعاتی که اینجاست که ما میتونیم باز هم مثل همون قسمت سورچ اینها رو پنهانش کنیم یا بذاریم دیده بشه، ترنافش کلا خاموش بشه، یا مثلا در حد یه باکس نشون بده، یا در حد مثلا آیکون هاش برای ما بیاد. قسمت بعدی کورتاناست. کورتانا اینجاست، دستیار صوتی مایکروسافت که درون ویندوز قرار داده که من توضیحش رو قسمت اول دادم که حالا فعال نیست برای من. اونایی که در ایرانن باید مثلا پولی پرداخت کنن که کورتانا براشون فعال بشه. من تیک کورتانا رو میزنم که از اینجا برداشته بشه. مورد بعدی تسک ویوه که تسک ویو گفتم یک نگاهی مختصر به پنجره هایی که من باز دارم میندازه که من میتونم تسک ویو رو بذارم با شنل تیکم هست، پس این تسک ویو اینجا برای من قرار میگیره. شو پیپل مثلا من ایمیلمو در نوار وضعیتم قرار میده، در تسک بارم قرار میده، یا مثلا نرم افزارهایی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارم اون پایین قرار میده، مخاطبینمون اون پایین قرار میده. قسمت بعدی شو ویندوز ورک پیس. ورک پیس من این الان من اگه تیک رو بردارم این ورک پیس از اینجا رفت. من دوباره بیام تیک ورک پیس رو بزنم، اینجا برای من ورک پیس هم میاد اینجاست. این ورک پیس حالا چیکار میکنه؟ برای من یک تخت وایت بورد یا مثلا همچین موارد برامون میاره که من اگه دانلود کنم میتونم از این تخت وایت بورد استفاده کنم. در ادامهش من شو تاچ کیبورد رو دارم. شو تاچ کیبورد یک کیبورد مجازیه. من اینو الان تیکش زدم، کیبوردم اینجا بود رفت. الان دوباره بزنم روش و تیک دار بشه. ببینید اینجا این کنار برام اومد. این صفحه کلید مجازی برام اومد و میتونم ازش استفاده کنم. میتونم روی این بزنم مثلا زبانش انگلیسی بشه و اگر صفحه کلید خودم مشکل داشت از این صفحه کلید استفاده کنم.
خیلی خب، این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که مسبب ثمر واقع شده باشه برای شما. حتما از اول ویدیو رو پیگیری کنید، حوصله به خرج بدید، چون واقعا هر کی که میخواد نتیجه مثبتی بگیره باید با حوصله کافی و کامل با انگیزه ادامه بده مسیرش، و قطعا در ادامه مسیر به جاهای خیلی خوبی خواهید رسید و در دنیای امروز این آموزش‌ها برای شما بسیار کاربردی و مورد نیاز هست. خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین. اگر هم هنوز سابسکرایب نکردید ما رو دنبال کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. هر موردی که دارید و قراره که سوالی هست، یک روندی واسه بهتر شدن کارمون پیشنهاد دارین، توی کامنت ها بگین. من از حرف شما استقبال میکنم. ممنون و متشکرم. خدا نگهدارتون.